این قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها در کلاب ساخته شده‌اند. آنها را برای نمایش به فرم بین‌المللی اقتصادی آوردند. حالا این کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کلاب به طور سنجشی به کار درآمده است. گفته می شود بعد از این کارخانه مشترک تاجیکستان و چین پور را به کار سر خواهد کرد. قسم‌های احتیاطی که استحصال گردند تجهیزات از جمهوری خلقی خیتوی وارد گردیده با نصب متخصصان خارجی وصل نصب گردیده عین زمان در شکل تستی استحصال گردیده ایستادند. در قطار این زیاده از 15 نفر زنهای محلی به کار دائمی جلب می‌گردند. در فرم امساله سفیران چند کشور شرکت داشتند. کارخانه‌های مشترک هم محصولات خود را به نمایش گذاشتند. شرکت ایرانی پیشتاز پسرگاد استحصال روغن ماشین را در منطقه آزادی اقتصادی دنقره تبلیغ کرد. ما انشالله در آینده خودمون یه مقدار که شرکت گسترده تر بشه واحد اصلی رو در منطقه آزاد اقتصادی دنقره و بعد واحد شماره 2 رو انشالله در منطقه آزاد اقتصادی کولاب هم ایجاد خواهیم کرد. پیش از آغاز فورم سرمایه‌گذاران برخی سفیران از کارخانه‌های صنعتی و منطقه آزادی اقتصادی کلاب دیدن کردند. مقامات میگوید که با این هدف میخواهند که شریکان اقتصادی خود را پیدا کنند. فورم بین‌المللی اقتصادی در شهر کلاب 2 روز دوام کرد. در اینجا فورم بین‌المللی اقتصادی الکی برگزار شد. در این فورم نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جمهوری خلقی خیتای و نمایندگان جمهوری عربی اشتراک داشتند. مقامات شهر کلاب و ولایت ختلان میگوید که با برگزار کردن فرم بین‌المللی اقتصادی جلب کردن سرمایه خارجی و ساختن کارخانه‌های مشترک در شهر کلاب و منطقه آزاد اقتصادی ولایت ختلان است. در آخر فرم بین‌المللی اقتصادی کلاب 2022 15 سند امضا شد. هنوز روشن نیست چی مقدار از آنها عملی خواهد گشت. 3 سال است در چنین فرم سندهای زیاد امضا می شود، اما شماره کمی آنها به اجرا می رسد.